1310 بله. به دنیا اومدم تو شهر اون زمان رضاییه اسمش رضاییه بود، حالا شده ارومیه اسم قدیم. و تا سن 10 سالگی نه 10 سالگی حتی تو رضاییه تا بگم 7-8 سالگی اینطوری درست خاطرم نیست. درست بودیم، ولی بیش بعد رفتیم تبریز که رفتیم من دوره ابتدایی رو تو مدرسه مسعود سعد اونجا بودم تا کلاس 6 ابتدایی. بعد رفتیم خرمشهر رفتیم و اونجا بودم تا متوسط رو اونجا تمام کردم تو دبیرستان بایندور. تازه درست شده بود و دبیرستان خیلی خوبی بود. و از کوچگی من تو تبریزم که بودیم خیلی کوچیک بودم. داداش بزرگی من که فوت شده 10 سال از من بزرگتر بودون. یه روز من رو میبره سینما، من شاید مثلا 5-6 سال 7 سال اینطوری بیشتر نداشتم. من وقتی عکس‌ها رو دیدم رو پرده حرکت میکنن اصلا مونده بودم. برای من معجزه بود این عکس‌ها چرا حرکت میکنن. از اون زمان خلاصه عاشق این کار شدم. همش تو فکرم بود این چطور میشه این عکس حرکت بکنه. خلاصه کار ندارم ولی چیزی دستم نبود، هیچی نبود. سر کلاس همون تو مسعود سعد بغل رفیق من بود دیگه، خلاص بغل دستی بود، نیمکت بود و میشستن یه 3-4 نفر با هم. دیدم یه سمت فیلم صامت قدیمی لوله کرده بود دستش بود. من نمیدونستم چیه. گفتم این چیه؟ گفت این نمیدونم چیه. بعد اینطوری کشید حالا تو سر کلاس ها اینطوری عکسای کوچولو اونجا پستر من. گفتم این چیه؟ گفت فیلمه. حالا داد دست منو، بعد دید من بعد اینو داد به من. بعد که داد به من اینا دنیا رو به من داده بودن. هیچی. حالا خلاص من نفهمیدم. خلاص رفتم این همش دست من بود و من اینجوری میگرفتم و 2 دستی میکشیدم اینطوری دونه اینقدر خوب شده بودم. بعد تون این کارو که میکردم بعد دیدم اینا داره حرکت میکنن. همون نگاتی. و این جناب فیلم صامت بود. بعد چون صامت قشنگ یاد رنگ سرخ رنگی هم داشت. خلاص داره دیدم اینا حرکت دارن میکنن. همون زمان گفتم خب این اساس سینما این باید باشه دیگه. این عکس اینا بزرگش میکنه پرده. همینطور هم شد، همینطور هم بود اصلا. ولی بعد این تو فکرم بود من اگه یه تشکیلاتی درست بکنم که این با دست نمیتونم این کار بکنم، که این کاری که من با دستم میکنم این کارو بکنه، خب میشه این اپارات دیگه. حالا وسایلی که دستم یه قایقچی داشتم، یه سوال کوچولو و یه دیگه چی داشتم، خلاص چکش و این صحبت 3-4 تا وسیله اینا داشتم. بعد غیر از اون حالا چی، بعد نمیدونم چجوری بگم فارسی مثلا حلبی چیزی که وسیله که من بتونم اینو به فرمش بدم مثلا یه صفحه ریزی در اختیار من نبود. چیزی که در اختیار من بود حلبی بود، اونم خیلی نازک بود. در سرتون ندم خلاصه. بعدش همیشه شب و روز من تو این فکر چجوری یک کار بکنم که این دستگاه رو درست بکنم. چیزی هم ندیده بودم هیچ وقت چی خودم. بعد یه روز سر راه من که میرفتم دیدم دکان خراطی دیدم. دیدین شما تشکیلات خراطی توی کوچولو، یعنی خیلی جوون می‌نشستن. نمیدونم فکر نکنم دیده باشین. تو کجا دیدین؟ نه خراطی دیدم. والا اونده درخت رو می‌ذاشتن تو زیر زمین، همه شن بود. اونده درخت رو اینقدر مسافت می‌برده گذاشته بود تو شن که اینو نگه می‌داشت که تکون نخوره با وزن خودش. بعد 2 تا
سیخ داشت، یکی اینور یکی اونور، یه چوبو میذاشتن تیز بود میذاشتن اینور، بعد یک کمون داشت تسمه چرمی دورش یه دونه میچرخوندن، بعد با دست اینجوری میکردن، با دست میچرخوند اینا. و یه تکه‌گاه داشت که به موازات چرخش این با محور موازات چرخش این یه محور داشت که تیغچه رو میذاشت رو اون، بعد با یه پا و یه دست اینو نگر میداشت. اینو دیدین شما؟ نه نیدم. خراطی الان یه حالت صنایع دستیه که با همین کنده درخت و اینا شکل درست میکنن، مجسمه درست میکنن، همچین کاری انجام میدن. ولی چجوری میتراشن اینو؟ الان که دیگه با ماشینه دیگه. خراط یه دست این با کمون رو این ور ببره که بچرخونتش، بعد با یه دست و یه پای چپش، دست راستش این تیغه رو که میتراشید، آخونا میتراشید باید محکم نگرش داری، با یه پا و یه دست بعد این ور ببری. کار هر کسی نیست. وقتی این جوان‌ها از کوچگی شروع می‌کردن که نرم‌تر بود در بدنشون دیگه، میتونستن این کارو بکنن. بعد یه خرسانی که وقتی میره بالا نمیتونستن این کارو بکنن. خلاصه این سر راه بود. بعد دادم به این یه تیکه چوب، بعد یادم گفتم این چوب محکم میخوام باشه، گفت چوب گردو خوبه داشت، یه چیزی تراشید و بعد 5 تا از این فیلم ها رو بریدم که اینو دور این میچرخودم که لب به لب بیاد به هم برسه. 5 تا فیلم. حالا چرا 5 تا؟ 6 تا میشد، ولی من 5 تا. خلاصه بعد وقتی که این چیز شد، بعد اینو با نخ مهارش کردم فیلم ها دوره این چوب. اون بعد یکی در میون وسط این سوراخ‌ها میخ کوچولو زدم، درست کنم چشمم میدونید کارهای دستی هم بد نبود. بعد اینا رو بریدم، چیزش کردم، سونش زدم فلان، این شد بارابان من، به قول این چیزی که فیلمو میکشه بچرخونه. حالا شافت یا محور این که این چجوری تو اینوری بوده، اونم یه میخ بزرگ پیدا کرده بودم، اونم شافت من بود. همین خلاصه حالا بعد دنده لازم دارم، یه دنده 1/5 لازم داشتم. اونم خلاصه حالا نمیخوام برم زیاد تو چجوری درست کردم، ولی با اونم با فلز خود کلوفتر پیدا کردم، یه دنده ها رو با دست در آوردم، مثل اره چرخشی دیدین که چجوری کار میکنه، شبیه اون دنده ها مثلث، شکل مثلث داشت، مثل شکل فرم دنده ای که شما شاید دیده باشین، اونجوری من نمیتونستم درش بیارم. اون دنده بزرگ من بود که داشت 50 تا دنده داشت. حالا چه تقسیم کرده بودم، چه کار کرده بودم الانم یادم میاد اصلا چجوری این تونسته دادن کار. بعد اون کوچیکم لازم باشه که 1/5 باشه دیگه. اونم 10 تا دنده داشت. در نتیجه این یه بار میچرخید، یه بار وقتی این بزرگه میچرخید، این کوچیکه 5 بار میچرخید. درست؟ حالا رو این کوچولویه که تندتر میچرخید یه هندل گذاشته بودم، یه هندل مانندی، یه پیچ گذاشته بودم که اینطوری هندل بود. خب بعد یه دریچه گذاشتم که فیلم اینطور بود، دریچه میماد از زیر هندل میافتاد تو این دنده، بعد اینجا یه دسته گذاشته بود که بچرخونمش شد. حالا این وقت که میچرخید هر یه فیلمو میکشید، این هندله میمد یکی دیگه میکشیدش پایین. بعد وقتی میچرخوندی خب لوپه کم میشد به اندازه یه فیلم دیگه، هندله میمد دوباره یه دونه میافتاد. خلاصه اون زمان ما برق اینا هم نداشتیم، چراغ نفتی بود تو خونم. این چراغ نفتی رو شب میذاشتم پشتش، یه ضربین پیدا کرده بودم، یه عکس خیلی کوچولو دیوار میافتاد و شد این کار کرد اصلا. ولی اساس آپارات همون هم بود که بعدا خود آپارات رو دیدم خب همون بود که، ولی اساس کار اونجا من تا اساس یه چیزی رو نفهمم دست به اون کار نمیزنم. الان هم صحبت این بزرگ کردن هست، با اساس میرفتم پیش. اصل مطلب این من عکس شما رو میبینم به کامپیوتر میبینم. درست. چجوری صحبت دیگه است. اگه کامپیوتر بتونه
اینو بزرگش کنه، خب از هر طریقی اومده باشه این عکس رو بزرگ خواهد کرد دیگه. تا حالا ولی fundamentals، یعنی اساس کار رو باید آدم بدونه. کار ندارم. خلاصه این آپارات رو من وقتی ساختم تو تبریز بودم و شاید 10 سال بیشتر نداشتم. مادرم یه همسایه داشتیم، دید من همش با این ور میرم، اینو هی میگه برو درستو بخون، این واسط نون نمیشه. فهمیدی؟ بعد یه روز اومدم دیدم آپارات هم نیست. داده بود به همسایه‌مون نگه داره، دیگه هم ندیدم اون آپاراتو. بعد رفتیم خرمشهر و اینا. خرمشهر که رفتیم دیگه، دبیرستان که رفته بودیم، داداش بزرگ من یه روز صحبت یه چیزو کرد. این از روسیه، آخر ما مهاجر بودیم، یعنی من خودم تو ایران متولد شدم و ولی داداش بزرگ من تو روسیه بوده، روسی رو بلد بود. آره. و اون نجار بود. تو خرمشهر دو تا رفیق داشت، یکیشون رادیو ساز بود، یکیشون سیمکش. اینا روسی، اونا با هم روسی حرف می‌زدن. این یارو رادیو ساز، دکون رادیو سازیش سر راه من بود، از مدرسه به خونه که میرفتم میدیدمش دیگه. یه روز وایسادم دیدم پشت تو خیابون وایسادم، از پشت ویترین نگاه میکردم که این چیکار میکنه. گفت میشناخت منو، گفت بیا تو. من رفتم تو، نمیدونستم چیکار میکرد، ولی رو میزش دیدم یه کتابیست به نام رادیو الکترونیکس، انگلیسی. منم انگلیسی بلد نبودم و فیزیک من خوب بود. فیزیک من کلاس زمان مثلا بودم، کلاس 8 بودم فکر میکنم. من فیزیک کلاس 8 بلد بودم، که 9 هم بلد بودم، 10 هم بلد بودم، یا همه رو خونده بودم. دوست داشتم، همه رو میدونستم. و نمیدونم خازن و مازن و این صحبت انداکتنس و چه میدونم اینا رو میدونستم. من این کتاب دیدم اول کتاب شروع میشه، کتاب کلوفتوریوم برای کاغذ خیلی نازک. این دیکشنری نیست، دیکشنری هستن که داره. بعد همون زمان فکر کردم اگه این کتاب رو قرض بکنم، این 20 تا صفحه اول رو که این فاندامنتال های چیز الکتریسیته، الکترونیکس اون تو هست که من میدونم چی هستن، اینا رو به انگلیسی من یاد بگیرم. انگلیسی یاد گرفتم و همین که میتونم استفاده بکنم، چون کتابای فنی غیره در اون زمان به زبان فارسی اصلا نبود. آره. بعد بهش گفتم این کتاب میتونی من 10 روز قرض بدی؟ گفت ولی به مارتو داد به من. این که این 30 تا صفحه رو بگم من جدی بدون اقرار 300 بار بیشتر خوندم با دیکشنری. رسید به اونجایی که من قشنگ میفهمیدم به انگلیسی هم چجوری شرح داده میشه یا هر چی و همه چی. و چیزی که برای من عجیب غریب بود امپلیفایر بود که چجوری صدا تقویت هرچی هست. ولی میدونستم که اصل مطلب تو لامپه. من اگه لامپو بدونم چجوری کار میکنه و امپلیفایرم لابد خواهم فهمید و همینطور هم شد. پس این کتابه که به ما داد، من این 30 تا صفحه رو وقتی راه افتادم، پشترش لامپ اومد و نمیدونم فلان اینا. پس بعد رسید به اونجا که لامپ فهمیدم اصلا چجوری عمل میکنه. اون یه دنیای بزرگی رو واسه من درست کرد. فهمیدین؟ مکانیزم واسه من اصلا مشکل نبود، چون آدم میبینه، دنده رو میبینه، همه چی رو میبینه، چی میسازه میتونی ببینی. ولی الکترونیکس رو که نمیبینی که برف چجوری میره چجوری، باید اون یه تو پیچیده است دیگه، بیشتر پیچیده. و خلاصه رسید به اونجا که به فکر مدرسه هم که میرفتم به فکر دوبله افتاد. حالا من دیگه کوتاه دارم میگم، چون یه خود برگردم. یکی از دوستای بعد این داداش بزرگ من گفت من یه دوست دیگه دارم آبادانه، ما خرمشهر هستیم، آبادانه و این آپاراتچی سینما شیرین یا هم چیزی. ما پیله کردیم تو رو خدا ببر من این آپارات ها نزدیک ببینم.
خلاصه یه روز این ترتیب این کارو داد. ما 2 تا دوستش که همون یکی رادیو ساز بود، یکی سیمکش و خودش و من 4 نفری رفتیم سینما شیرین. رفتیم تو سینما شیرین، تابستونی هم بود سینماش. رفتیم اونجا و خلاصه با آپاراچی اونم لطفا روسی زبون بود و میخواست برگرده تهران. از تهران اومده بود، نمیده وقتش تمام شد. حالا رفتیم آپارات من مغز تماشای این آپارات بودم که چجوری کار میکنه، ولی میدونست چون اساس رو میدونستم و برام واضح بود که جوری کار میکنن. تو اون زمان هم یه پای آپارات بود، مثل چه میدونم نیم ساعتی چیز روشن میکردن چراغا رو، بعد عوض میکردن پرده بعدی کردن بوبین بعدی کردن. تموم که شد گفتم خودتون به من بوبین بعدی رو من بذارم تو بیا. من گذاشتم و خلاصه رفت هیچی، همین یا آپارات تماشا میکردم یا از اون سوراخ پرده رو تماشا میکردم، یا دیدم همه رفتن، من تنها موندم تو این آپارات خونه. من گفتم بابا این تمام شد، من چه میدونم بوبین بعدیش کجاست. یا زغال نور رو چیز میکردن، زغالات میسوزه باید عوض کردی. گفتم زغال من چه میدونم زغالا کجاست، یا اصلا چراغ سالن رو من چجوری روشن کنم، چه میدونم کجاست. تو همین داشتین تموم شد نگران این بودم، یه آقای اومد تو، مدیر سینما بود، اونم من نمیشنسته که بعد فهمیدم مدیر سینما بود، صادقی بود اسمش، الان یادم اومد. گفت آقای یپرم کجاست؟ یپرم آپاراتچیش بود دیگه. گفتم والا نمیدونم، اینجا بودن رفتن لابد برمیگردن. حالا شما بلدی؟ گفتم من آره بلدم، ولی نمیدونم پرده بعدی کجاست زغالا که. گفت آره من بلدم، سویچ سالن کجاست. گفت هر چیزی که من بلد نبودم میدونست کجاست. خلاصه به من گفت هیچی، داداش رفت و تمام من وقتی رسیدیم اونجا پرده اول بود، یعنی در شروع فیلم بود. خلاصه آخرین بوبینش که داشت دیگه فیلم تموم میشد، دیدم اینا شنگول هر ستایی اومدن. بعد به داداشم گفتم چیشی شما رو من تنهایی من ول کردیم، من اول باره من این تشکیلات رو میبینم. این شنید گفت آره تو اولین بارته. داداشم گفت آره اولین بار این پیله کرد، میخواست آپارات رو ببیند، من به خاطر این اومدم اینجا. گفت بس من تو رو باید ببرم تهران. حالا نزدیک تعطیلات تابستون مدرسه مونم بود، ببرم اونجا یه آقایی هستش تمام سینماهای تهران زیر دست اینه. و اینطور هم شد. من با این پای شدم رفتم تهران رفتم. خلاصه این مرا برد تو این مغازه، یه آقایی بود اونم روسی زبان بود و فلان، یک چاق بد اخلاق، آدم بد اخلاقی بود. و تو نگو اینم اصلا از اینی که پارتی ما اصلا بدش میاد از این آقا. این اومد از من تعریف بکنه فلان و بستش به فوش. جدی روسی فوش شده، من روسی بلدم آخه. آره. بعد این سرش انداخت این گذاشت رفت. حالا من موندم و این آدم بد اخلاق توی مغازه‌ای که این اصلا نمیخواد من اونجا باشم. فکر میکردم من چه خاکی تو سرم بزنم، نمیدونم تهرانم اصلا نمیدونم کجام. فقط میدونستم یه پسر خاله دارم تو خیابون مخصوص، نمیدونم کجا، اصلا نمیدونم مخصوص کجا. داشتم تو این فکرها بودم، تو همین فکرها بودم. یه آقای اومد یه دنده فیبری دستش بود. گفتش آقا از این داری؟ چند تا دنده شکسته بود، 10 تا دنده شکسته بود فیبری. گفت نه ندارم. گفتش باید بدم بسازم. گفت چقدر طول میشه؟ گفت 1 هفته. سینما هم خوابیده. گفت خب چیکار کنم ندارم. منم خب هم دیدم یه سینماش خوابیده، وایسادم گوش میدم. اینم نداره. به روسی بهش گفتم اینو بعد من وصله میذارم اینجا. ما به روسی بس بپرس تو ما نشنیده بودیم دنده فیبری رو کسی وصله بزنه. گفتم خب شنیده منم نشنیدم، ولی این سینماش خوابیده، تو هم که نداری که سینماش خوابیده. حالا این دندم خرابه، بی ترتی خرابترش کنم. این یارو گفت یارو کسی که دنده رو برگشت به
اسمش ایلیا بود. گفت این چی میگه؟ یعنی من چی میگم؟ گفتش میگه من وصله میزنم. بده شاید شد، تو که نداری. این حرف منو من که به روسی بهش گفت، فارسی گفت تو که نداری. بعد برگشت به من گفت آقا اینو درست کن، من پولشو میدم. گفتم با میگم مال ایشونو با ایشون طی کن، من نمیدونم. خلاصه طی کرده فلان اینا گذاشت. حالا گفت خب با ورد بسته رو بزن بینم. در سر دادم این بسته رو گذاشتم و این هی میمد، یه کارگاهی داشت پشت. خلاصه بعد وقتی دید تمام شد، مثل که میشه. بعد به من گفتش که برو اینو نصبش کن. حالا منم آپارات داخل آپارات که ندیدم که، ولی اساس کارو میدونستم دیگه چیه. گفت تا حالا تهران رو نمیشه. گفت نمیدونم اتوبوس شماره فلانو بردار، بعد نمیدونم اتوبوس بعد اون یکی رو بردار، بعد خلاص اسم سینما هم کنم اینجا خیابان اسمش نمیده. خلاص رفتم یا آقا سینما رو انداختم برگشتم دوباره پیشش. بعد حالا یه خود دیگه با من دیگه خوب شده. بعد گفتم میخوام برم مخصوص به واسه چی؟ گفتم پسر خالم میاد، بعد میخوام برگردم باید برم مدرسه. گفت نه حالا برو، حالا تعطیلات هم بود. گفتم نگرم داشت. حالا پای من خوب شده بود واسه دو تا آپارات داشت امریکایی. اینا رو وضع مالیش هم خیلی بد بود. اینا رو اصلا تیکه فروخته بود، چند تا تیکه شد ناقص کرده بود. یک قسمتش یکی که به کمتر نقص کمتری داشت، اونم قسمت صداش اون یه چیزی که نور میده، صدای فیلم با نور دیگه. آره اونشو فروخته بود. یارو اومد از اصفهان، یه سینمایی، هنوزم اسم این سینما، آدم خیلی شریفی بود، اسپانی، آقای چی بود؟ دهش. آقای دهش. آره خودش میگفت دهش. حالا یه دکتری داشته، حالا ولش کنونه. حالا گفتم من اینو میتونم درست کنم دیگه، با من بحث نمی‌کرد. خلاصه منم فیزیک رو بلد بودم، میدونستم این چه نور میفته و اینا دیگه. آپارات ها رو دیده بودم دیگه، چون اونجایی که به منو گذاشتن تنها آپارات، اون آپارات نگاه میکردم، قسمت صداش میدیدم نور چجوری افتاده فلان. اون قسمت اونم درش وازش کردن، فهمیدم چجوری کار میکنه. چون فیزیک نور تو فیزیک های به زبان فارسی فیزیک ها رو بلد بودم، میدونم عدسی چجوری تصویر میسازه و این صحبت ها قشنگ میدونستم این چجوری ساخته شده. خلاصه بعد گفتم میتونم اینو درست کنم دیگه. نگفت گفتم من تا دستگاه تراش نداشت، یه تراشکار بود باشش کار میکرد. خلاصه نقشه دادم، خلاصه این دوله شد تراشید زدن آقا اینم راه افتاد. اینو خلاصه رفتم اصفهان رفتم، این آقای داشت اینقدر از ما پذیرایی کرد که حد نداشت. خلاصه این سینمای اونجا رو راه انداختم برگشتم. گفت این یکی رو فروختم. اونم فروخته بود یه چیز شمال پهلوی، بندر پهلوی شهرداری اونجا نمیده سالانی داشتن، تبدیل به سینماش کرده بودن، فروخته بود واسه دولتی بود. خلاصه بعد اونم دیدم این چیزی بلد نیست به من یاد بده. اساس آپارات هم که بلد باشی چیز مشکلی نیست، چون تک تک میره. قسمت لیفتون هم مثل صداش چون باید یک نواخت بره. بعد خلاصه کار دیگه آپارات چیز مشکلی نیست، از نظر من خیلی ساده است. بعد خلاصه آپارات هم ساختم. حالا هیچی. بعد برگشتم دیدم این خودش چیزی بلد نیست به من یاد بده. ضمناً خب رفتم تموم شده بود، مثل گفتم میخوام برم. خیلی ناراحت شده بود. کجا میری؟ گفتم مدرسه داره باید میشه، من باید برم مدرسه. هیچی. وقتی رفتم مدرسه، اینو نمیدونم چجوری آدرس منو از کجا پیدا کرده بودن. یه ماه 2 ماه بعد یه نامه رسید که آقای ایلیا فوت شده، رفقاش یه نامه نوشته بودن که بیا این مغازه رو تو بردار. من اصلا جواب اونم ندادم، نرفتم، اصلا نفهمیدم دیگه چی شد.
این داستان آپارات و تهرونه. بعد به شکل برم تو مدرسه که بودم وقتی تموم دیگه فارغ التحصیل شدم از اونجا به فکر دوبله افتاده بودم. حالا آپارات ساختن واسه من چیز مشکلی نبود و ساخته بودم. یا آپارات هم ساختم. اون زمانی بود که فیلم های فارسی رو با دوربین های 16 متری برمی داشتم. یه دوربین هایی در اومده بود که صدا هم همزمان میگرفت، صدا هم داشت. یکی دو تا فیلم موقع اینجوری ضبط شد فکر میکنم. بله این 16 متری رو بعد وقتی می بردن شهرستان با آپارات و نمیدونم با آپارات کوچولو لامپی میرفتن. این آپارات وسط مردم نمیشد تو آپارات خونه بذاری. پرده خیلی بزرگ بود، نور اصلا هیچ نوری نبود. داشتم یه پرده کوچولو رو پرده گنده پرده کوچولو. ولی ملت دوست داشتم فیلم فارسی ببینم. قلقله میشد، پر میشد سینما. من هر روز مدرسه میرفتم. بعد فکر کردم من یه آپارات 16 متری بسازم. من خیلی کوتاه دارم میگم چون طولانیه. من یه آپارات 16 متری بذارم، بعد آرک لامپ بذارم و نور رو خلاصه چیزش کنم. خلاصه این کار تو اون آپارات خونه من یه آپارات 16 متری ساختم، همه چی رو با دست. بعد تراشکاری هم شرکت نفت تراشکارا بودن که کار بهشون میدادی میرفتن دزدکی تو شرکت نفت تراشکار بود. تراشکار خوبی هم بودن. اینا رو من خلاصه شناخته بودم از طریق اون آپارات سابق که اونجا کار میکرد. بعد این آپارات رو خلاصه من تمامش کردم. اولین فیلمی که نشون دادم با این آپارات چیز به نام یه فیلم رنگی بود، کوداکروم به نام لغزش. فرنگی بود دیدی؟ نه ایرانی بود یا فرنگی بود؟ یعنی چی؟ یعنی فیلم خارجی بود یا فیلم ایرانی بود؟ نه میگم فیلم فارسی. فیلم فرنگی 16 متری لازم 35 میلیمتری همیشه. این 16 میلیمتری بود، فیلم فارسی بود به نام لغزش. منوچهر نادری هم بود. منوچهر نادری که بعد تو ایتالیا رفته دوبله. بله باریکلا. اون یکی از پیشهاش بود. آره. حالا کارگردانش هم یه آقایی بود به نام اوسانلو. یه جراح پلاستیک هم بود، دکتر بود، برادر اون. درست. من متاسفانه از فیلم لغزش باید برم کتابای چیزو نگاه کنم. کتاب سینمایی یه فیلم رنگی هم بود، کوداکروم بود که فرستاده بودن خارج برای ظهورشون. تو ایران کاری کارا نمی‌کردن. ولی فیلم خب فیلم نبود که ببینید، چون فیلمی که مثلا ناطق روش باشه، اپتیک باشه، بخواید نمیشه ادیتش کرد، صدا اینقدر ناجور میشه. ولی بعد مدت نگاه که حالا کار ندارم. من این فیلم رو پرده بزرگ بعد حالا خیلی اومده بودن بعضیا، خیلی نه این خیلی که آرکو گذاشته بودن پشت دوربینای 16 متری. ولی نوری که میفته رو دریچه 16 متری برای آرک مال 35 میلیمتری باشه نور بزرگه و سوراخ اون 16 خیلی کوچیکه. این 1/10 نور از این سوراخ نمیره که همش اونجا هدر میشه، گم میشه. و من این جای دواله رو عوض کرده بودم که چون تصویر شعله است که شما میندازین رو دریچه. اون تصویر کوچیک کرد من اینو ایوان کرده بودم که تصویر شعله رو کوچیک کرده بودم که همه تو نور تقریبا رد میشد. پرده نورانی 16 متری و نور حسابی رو پرده گذاشت. خلاصه این فیلم حسابی کار کرد. حالا این دفعه اول که این فیلم این اوسانلو من نمی‌دونم چه کارگردان فیلم بود اومد تو گفت چی کار کردی؟ هی منو ماچ میکرد پشت آپارات. من بودم دیگه آپارات. بعد
مدیر اون سینمایی که دفعه اول گفت اومد تو گفت دید من نمیشناختن چیز رضایی اون اومد گفت اینا میفروشی؟ آقای ابوالقاسم رضایی؟ ابوالقاسم رضایی؟ نه این یه مدیر سینما، اون سینمایی که من اول بار آپارات دیدم اون اومد تو. درست. یادتون گفتم اول وقتی رفته بودم اون سینما خورشید بود که منم نمیشناخت، منم اونم بعد فهمیدم مدیر سینما. سینما شیرین. این سینما اون شیرین بود. درسته. این یکی که اسم آپارات بود اسم رو عوضی گفتم. دیدم اون مدیر اون سینما که اول بار من دیده بود پشت آپاراتش بودم، من نمیدونستم آقا کجاست فلان. اون آدم وارد اومد گفتش اینو میفروشی آپاراتو؟ درسته. دید خب اون دولتی میدونست خب تا اینا من زیاد میومد دیگه، اونم سینما داشت، مدیر سینما بود. گفتم آره. گفت چی؟ چقدر؟ من گفتم 3000 تومان. گفت 2500 تومان فروختم اون آپاراتو به اون آپاراتو فروختم. پول زیادی بود. درسته. فروختم بعد فکر نکنم اون آپاراتو کسی دیگه بتونه راه بندازه، میتونسته راه بندازه. فیلم بعدیش منو گفت باید بیای فیلم بعدی تو خرمشهر تو سینمایی که خیلی نزدیک بود به اون مدرسه‌ای که من بایندور اصلا چسبیده بود اون یه سینمای تازه باز شده بود، اونجا اون آپاراتو گذاشتم و تو اون سینما همون فیلم لغزش رو نشون داد. لغزش کارگردانش آقای رئیس فیروز اگر اشتباه نکنم. تهیه کنندش آقای پرویز اوسانلو، کارگردانش آقای مهدی رئیس فیروز. لغزش شاید. الان من سرچ کردم توی چیز دیدم سال 32 هم ساخته شده. ممکنه من دقیقا نمیدونم. اون گفت من کارگردانش چون 3 نفر بودن اینا. مثلا تهیه کننده و کسی که پول میداد کارگردان، یعنی با هم راه میافتادن با فیلم میشون تو شهرستان. بعد رسمش حالا چون ما این ویدیو رو ببخشید میونه کلمه این چون ویدیو رو بعداً بالاخره نگاه میکنم ممکنه بازیگر فیلمم آقای منوچهر زمانی بوده نه منوچهر نادری، که آقای منوچهر زمانی هم جزو همون گوینده‌های ایتالیا هم بوده دیگه. اسم زمانی من چی گفتم؟ شما گفتی نادری. معذرت میخوام. زمانی درسته. آره زمانیه. درسته. آقای نادری هم بازیگر بود ایتالیا هم با آقای زمانی اینا کار دوبله انجام میدادن. بله. خب حالا ادامه بدید. معذرت میخوام. نه من اشتباهست دیگه. اشتباه با سنی که من دارم این وقت بله شما قربونت دست ما درد نکنه. خلاصه این با این پول ما رفتم تهرون و حالا آخه خیلی کوتاه نمیخواد حالا نه بگیم بعد یک شناختم از آبادان که همون آپاراتچی سینمایی بود که من 16 میلیتر گذاشتم. این درست رفت تهرون، اون یکی هم رفت تهرون. این هر دوتاشون این ارمنی بود و سیمون به نام سیمون. این کسی دیگه رو تو تهرون نمیشناختم. خلاصه با این بعد دیگه تحصیلات هم تموم شده بود، یعنی بایندور تموم شد. مدرسم رفتم خلاصه اینو پیدا کردم و گفتم بیا استودیو دوبلاژ درست کنیم. اینم چیزی بلد نبود واقعا. بعد گفتش اوکی. گفت یه داداش من یه تراشکاری با یکی شریک شده تو میدون پوزیه و اینا تراشکاری دارن، یه پستو دارن، بریم از اونجا شروع کنیم. خلاصه رفتیم میدون پوزیه و پستو. خلاصه یه آپارات ساختم. این آپارات دیگه 35 میلیمتری بود، برای استودیو ساخته بودم، خیلی اساسی بود. بعد این سیمون یه روز میاد دیگه آپاراتم کار میکرد. بعد رفته بودم خلاصه میخواستم ضبط و اینا دنبال ضبط اپتیک و فلان گالوانومتر و از این صحبت ها میساختم اونجا. آپارات دیگه آماده بود، تو هم پستوه گذاشته بودیم که پرده کوچولو هم داشت. خلاصه اونجا بعد یه تیکه فیلم بود میذاشتیم، هر کی میمد نشونش میدادیم. خلاصه کار ندارم. سیمون اومد گفتش که
میدون پوزی سینما تازه ساخته شده، زمان امینی اقتصاد خراب و آپارات پیدا نمیکنه. دو تا داداشن خیاط هم بودن، فامیلشون مراد، اسم سینما مراد بودن. اینا با آپارات پیدا نمیکنن، بیا اینو بابین بزرگ بذاریم، آرک بذاریم فلان، بفروشیمش به این. خلاص فروختیمش به این و اون سینما با آپارات من افتتاح شد. سینما مراد. و آره سینما مراد با آپارات من افتتاح شد. 14,000 تومان فروختیم واسش اون موقع. خب حالا اون موقع. و خلاصه بعد از اونجا دیگه آپاراتای دیگه ساختم واسه دوبلاژ که دیگه همه کپی کرده بودن. هر استودیوی دوبلاژ میرفتی آپارات ساخته من بود. یعنی من نساخته بودم، رفقای من کپی کرده بودن میساختن. ولی چیزی که من وقتی که فهمیدم لامپ چجوری کار میکنه دیگه، بعد تونستم میکسر بسازم، ضبط بسازم، فلان بسازم، تمام چیزایی که بعد چاپ، لابراتوار، تکنیسکوپ، دوربین آری رو برداشتم تبدیلش کردم به تکنیسکوپ. دو تا سوراخ میکشه پایین. میدونی؟ نه متاسفانه. میدونستی؟ نه. پرده مثل سینماسکوپ میشد آخر سر، این سینماسکوپ میشد. یعنی سینماسکوپ وقتی درست شد فیلم 4 تا سوراخ داشت. درست. یه لنز دوربینی که روی دوربین یه لنز مخصوص میذاشتن، انامورفیک صداش میدادن. اینو عکسو فشرده میکرد از طریق از جهت افقی دوباره نصفش میکرد و تصویر سینماسکوپ اگه میدیدیم، فیلمشو میدیدیم، همه لاغر و درار دیده بودیم. و سینما لنز انامورفیک استفاده میشد، اینو پخشش میکرد، میشد 2 برابر. بعد کمپانی تکنیکالر اومد فیلم برداری این رو آسونتر کرد. یعنی دوربین عوض این که یک کادر کامل یعنی 4 تا سوراخ بکشه، نصف فیلم رو میکشه، نصف کادر رو میکشه 2 تا سوراخ، ولی درازش همون میشد. بعد میشد همون اندازه ابعادش نسبت ابعاد میشد همون. اسمشو گذاشته تکنیسکوپ. منتها چاپش من وقتی چاپ میکنی لازم بود دیگه چاپ کانتکت، یعنی با فیلم نگاتیو رو پوزیتیو نمیتونی بچسبونی، با لنز میبایستی تصویر رو و از لنز آنامورفیک تبدیلش بکنی به این اسکوپ، تصویر اسکوپ روی فیلم 35 میاد. اون دستگاه چاپش هم من ساختم. دستگاه چاپش توی ایران. دستگاه چاپ توی ایران. چاپ اپتیکال بود. یعنی ورلنز بود. اپتیکال منظور این که شما یه چیزی، یه مکانیزمی داشته این آپارات کار میکرد. دونه آپارات. بعد یه دوربین هم این و بین اینا یه لنز آنامورفیک هم داده بودم، رفته بودم چیز کارکنه سایز این لنز رو ساخته بودم. بعد اسم یادمه وقتی گفتم تکنیسکوپ، گفت اسم تکنیسکوپ نه، گفت یک بردو لنز رو میتونیم بسازیم. گفتم یک بردو ولی گفت اسم تکنیسکوپ ما به درتر میافتادم. خب ولی من تو ایران کسی به یه سوال بپرسم اگه اشکال نداره. حالا شما گفتین به فکر دوبله کردن فیلم افتادین دیگه. این فکر میکنم سالهای 31 32 ما میشه، یعنی 31 32 خورشیدی شمسی. تو اون دوران خب خیلی فیلم خیلی کم دوبله شده بود دیگه. فکر میکنم به تعداد انگشتان دستم نمیاد 28 آقای 27 26 27 آقای دکتر کوشان دو تا فیلم دوبله کردن. حالا شما فیلم دوبله توی سینما دیده بودین؟ فیلم دوبله به فارسی یا نه؟ گفتین حتما مثلا چون فیلم‌ها زبون اصلی دوبله کنیم پخش کنیم ما. این که من میدونم موقعی که ما دوبله رو شروع کردیم استودیو دوبلاژی وجود نداشت. یه سانترال فیلم بود که یه فیلم چیز رو سامی جمال رو دوبله کرده بود. خیلی هم پول زیادی گرفته بود.
کامران بود اسمش، شازده سیف‌الدین کامرانی، شازده کامرانی هم بهشون میگفتن. ها بعد این کمپاوت شده بود، خود آخرش تا سینما هم داشت، سینما سانترال میدون 24 اسفند سابق هنوز هست. هیچ وقت کار بزرگی نکرد غیر از اینکه چند تا فیلمو دوبله کرد، خوبم دوبله کرده بودن. فرناندز کی داد زد؟ چیزی نیست اشتباه میکنی. تو ناحق نبا، تو بخور علی بابا. اوه پول که خوبه. به من بگو این پولا رو از کجا آوردی؟ گوش کن ببین چی میگم. این پولا رو از همون جایی گیر آوردم که هر چی تو بیشتر بکردی کمتر پیدا میکنی. معلومه رفقای تو رفقای منم، بیارشون. آخه عده‌شون زیاده. مگه چند نفرن؟ 40 تا. 40 تا؟ علی بابا و چلدوز بغداد، دوبلش به زبان فارسی در استودیو سانترال تهران. و اون زمان فیلم ها بیشتر سیاه‌سفید بود و فیلمی که میخواستن دوبله بکنم میبایستی یک کپی جدید درست بکنن، چاپ بکنن زبان فارسی دیگه. ولی باید چیکار بکنن که فیلم اصل فیلم ها یه نگاتیو میبایستی بردارن، دوبلیکیت نگاتیو، بعد که بتونن کپی بعدی چاپ، هر چقدر کپی میتونستی چاپ کنی. به اون گرون بود در حقیقت. ما اونجوری رو کردیم، به خاطر اون بود که ما وقتی وقتی درست کردم همه چی رو من درست کردم، چاپ لابراتوار همه چی و دستگاه اپتیک، ضبط اپتیک، تمام اینا داشتیم ما و این کار رو میکردیم. اینجوری شروع کردیم. حالا یعنی قبل اینکه شهاب افتتاح بشه، شهاب رو افتتاح کنید، استودیو دیگه هم کار میکردیم با همکاران که مثلا بعد اون استودیو ترک کنی یا نه از شهاب شروع شد کار شما؟ اصلا از شهاب شروع شد. من وقتی شروع کردم اصلا استودیوهایی که بودن اونجا یه استودیویی بود که ایران فیلم بود و اون قدیری اون آدم ثروتمندی بود، تا یه خونه‌شو چند تا خیلی خونه داشت، یه خونه‌شو تبدیل کرده بود به استودیو. برناتون هم بود فکر میکنم. برناتون هم بود اون دوران، استودیو برناتون. کی؟ استودیو برناتون. من نشنیدم. اینم چون تو چیزا اومده خیلی قدیمی که آقای استیفن نایمن یه همچین شخصی مثل این که چیز بودن با آقای رضا دائمی. نایمن با سینما ایران تو بالازار کار میکرد. اون یه استودیو مثل خیلی کوتاه مدت چیز کردن. یه نایمنی که الان میگین شنیدم یه هم چیزی، نه آلمانی بود چی بود؟ آمریکایی بودش. نه؟ آمریکایی بود. شنیدم اسمش، ندیدمش، هیچ وقت از نزدیک ندیدمش. بریم سراغ شهاب چجوری راه انداختین؟ بریم سراغ استودیو شهاب چجوری راه انداختین؟ خب چجوری راه انداختین؟ اون هدایت وقتی آپارات درست شد، ضبط درست شد، چه میدونم همه چیز درست شد، اولین فیلم ما هم که دوبله شد بس یه فیلم بود انگلیسی به نام تا خرخره بود که تو سینما سعدی نشون دادم. تا خرخره بعدن یه فیلمی بود مال صادقپور میشناسین؟ بله آقای منوچهر صادقپور و ایرج صادقپور. نه پدرشون، پدر این دوتا برادر. درسته. پسرم تو کار فیلم رفتن. درسته. خود صادقپور خدا بیامرزتش آدم شریفی بود واقعا. اون وقت هیچ چیزی هم نداشت، خیلی رک بود، اصلا دوست نداشت تملق و اینا، اصلا بعدش میمدن.
آره واقعا. اون فیلم تا خرخره رو برامون بگید. فیلم تا خرخره رو یه دود صادق پور معذرت می‌خوام یادم نره. بفرمایید. سینما رکس یه آقایی بود که رشیدیان چند تا داداش بودن. بله. اینا این در اون زمان حدود 300,000 تومان پول ما رو خوردن. اون زمان پولی که برادر رشیدیان. آره. اون وقت فیلم رنگی رو من صدا گذاری می‌کردم و بیشتر و بیشتر از این اون دیگه مشتری بزرگ ما اون بود. بعد دیگه قطع کرد و فیلم کرد. خلاصه بقیه پول رو نداد خود. ولی خلاصه اونم آقای صادق پور رو می‌خواستیم بگی. صادق پور. اینا یه روز خب خیلی میرفتم پیش رشیدیان قبل از اینکه به هم بخوره وضعمون. و پیش اینا میومدن مثلا مولندوش دو تا داداش بودن اخوان. مولندوش اخوان. اینا این سینماشی ها فیلم هم داشت اون. فیلم های چیز وارنر رو میخرید. مال انگلستان هم مال آرثر رانک و همش دست این بود. اینا برای سینما چیز خیلی میمد پیش دو دفتر رشیدیان. یه روز خلاصه من اونجا نشسته بودم اخوانه بودن یا ایده بودن خلاصه خیلی 3-4 نفر دیگه بودن. صادق پور اومد دیدن شلوغه. آقای رشیدان ما اومدیم فیلم واسه سینما میخوایم مثل این آقایون هم بلد نیستیم خواهیمانی بکنیم. فیلم داریم ما وقتمون طلب نشه وقت شما رو هم طلب نکنیم. اینجوری یارو همینطور بود نمیدونست گفتم فلان روز بیا ردش کرد آقای صادق پوری زنجادهی بود. خدا رحمتشون کنه. این برادر رشیدیان چیز بودن دیگه معروف بودن یه خورده کارهای سیاسی و این چیزا هم انجام میدادن. کی؟ برادر رشیدیان. رشیدیان برادر رشیدیان. آخه اینا رشیدیان ها یکشون تو کار سیاست بود تو نمیدونم چی کار میکرد بعد بانک باز کردن با هم شریک بودن تو سینما همون یک شریک همیشون شریک بودن با هم بودن. خب این فیلم تا خرخره من فکر میکنم حالا لیست دوبلوراشو بتونم گیر بیارم بعد اگه بشه. یادتون هست چجوری فیلمو انتخاب کردین؟ کی فیلمو انتخاب کرد؟ مدیر دوبلاژش کی بود؟ فیلم مال یه آقایی بود به نام موریس که بعد آخر سر تو استودیو راما شریک بود با آقای کاوه روشنگ و کاوه. مال اونا دو تا داداش بودن اینا. بعد یکی از داداش تو انگلستان نمیدونم چجوری این فیلمو چجوری میخوره امیل به نام امیل. بعد اصلا نمیدونم چجوری شد که این فیلمو آوردن پیش ما یادم نیست ولی اینا بودن آوردن مال اونا بود فیلم. استودیو رو خودتون شخصا شریک داشتی یا نه؟ خودتون شخصا چیز کردین افتتاح کردین؟ استودیو رو شخصا اصلا نه تنها ساختم طرحش رو ریختم خودم با دست خودم ساختم. یعنی من تراشکاری هیچ وقت نکردم. تراشکاری کردم چیزی که کردم همه رو خودم ساختم. بعد گوینده از چه اشخاصی برای اولین بار خودتون دعوت کردین بیان توی استودیو کار کنن؟ گوینده و مدیر دوبلاژ. اولین باری که ما اومدیم حالا خیلی خوب دست راه افتاد فیلم چیز هم تا خرخره چیکار بکنیم که یه آقایی رو پیدا کردیم به هوشنگ لطیف پور. درست. چی بود نمیدونم که یکی معرفی کرد خلاصه بگم آدم باسواد بود آدم بچه خوبی هم بود. این هنوز خب گوینده نه کسی بلد نبود گویندگی بکنه که اینا آخه اون قدیم اون زمان خیلی توده‌ای بودن اگه یادتون باشه توده‌ای زیاد بود. اینا همش چپی بودن همون میشن گراتی بودن ولی بعد دست کشیده بودن. این میشناخت هنرپیشه‌وان چیز و تئاتر سعدی که بچه ها سینما سعدی تئاتر سعدی که بود اینا هم دست توده‌ای بود. این هنرپیشه ها رو میشناخت اینا رو آورد
اینا رو آورد. خب بعد کردن و نمیدونم فلان اینا. اون اولین فیلم هم این که تا خرخره. بعد یه روز خلاصه این میشد پشت گویالا این تنظیم دیالوگ میکرد. بعد دیدم نه، خودم هم ضبط میکردم، کسی دیگه نبود. من اول کارهای فنیشم خودم میکردم. بعد یه گفتم هوشنگ این چرا اینقدر زبان فارسی رو تغییر میدی؟ زبان این فارسی نیست دیگه. گفت باید چیکار بکنم؟ باید لبه دهن. گفتم لبه دهن شما هر کاری بکنی هیچ وقت 100% که نخواهد بود. شما نباید زبان فارسی رو قربانی لبه دهن اینا بکنی. میدونی؟ به هر جهت این امکان نداره این کار رو بتونی بکنی. حالا که نداری یه چیزای دیگه هم هستش. گفتم کافیست که بعد متوجه شدم وقتی حرف میزنن آخه آدم باید توجه بکنه به ریزه‌کاریات، ولی متوجه نمیشه. گفتم دیدم وقتی طبیعی حرف میزنه قبل از اینکه صداش در بیاد، صداشو بشنوی، مثل اینکه لباش یه تکونی میخوره بعد صدا میشنوی. یه عقب افتادگی هست. اون طبیعیه که ما عادت کردیم اینجوری بشنویم کسی حرف میزنه با ما. اون یه خورده عقب بیفته، بعد تو جملات فارسی رو حرفتو بزن. از اون طرف اگه زیاد شد، نه خیلی زیاد البته، یه سیلاب زیادی گفتی اشکال نداره، ولی کوتاه نباید باشه. یعنی صدا قطع بشه ولی لبه دهن هنوز تکون بخوره. اون خیلی بده. اینو مراعات بکنی کافیه. حالا یه مسئله دیگه پیش میاد. زبونا وقتی که ترجمه میشه از یه زبان، مثلا انگلیسی به فارسی، بعضی وقتا فارسی دراز میشه جمله. برای همون حرف رو بخوای بزنی بیشتر باید حرف بزنی، یعنی بیشتر لبه دهن باید تکون بخوره. اونو چیکار میخوای بکنی؟ اونم باید طوری تنظیم بکنی چون اغلب میدونی وقتی دارن به حرف میزنن هی کات میشه بین اینا. این حرف میزنه اون گوش میده این حرف میزنه. اغلب خیلی اتفاق میفته که حرفی که باید زده بشه پشت سر و لبه دهنمون یکی که حرف میزنه دیده نمیشه. بنابراین فرصتیست که بتونی حرف رو بزنی اونجا. از این فرصت باید استفاده بشه. ولی این کنه کاره و این با لطیفور و این حرف زدی بعد شروع کرد یه کلی بهتر شد یواش یواش. ولی اونم فیلم اول در حقیقت دوبله علکی بود، خیلی خیلی بد بود. تا خرخره. بله. بعد دیگه چه فیلمایی رو دست گرفتین کار شروع شده اونجا یادتون هست؟ چه فیلمایی اینقدر فیلم دوبله کردیم که همه رو خیلی یادمه. نه اما اوایل کار. بعد یه صحبت دیگه هم هست. من تمام فیلم ها رو خود نمیدیدم. بعضی فیلم ها رو دوست نداشتم، نمیدونم فیلم های خوب و مثلا خوب میشم تماشا میکردم. بستگی به فیلم داشت. این تا خرخره رو شما فیلم ها رو من حدوداً یادتون هست چه سالی دوبله کردین؟ نه به خدا حسشم نکردم. اشکال نداره. حالا من خب آقای لطیفپور رو به عنوان مدیر دوبلاژ اونجا حضور داشتم. بعد از آقای لطیفپور چه شخصی اومدن مدیر دوبلاژ شدن برای شما اونجا؟ بعد اومدم آقای زرندی فکر میکنم. زرندی رو من خیلی دوست داشتم. زرندی نمیدونم شما دیده بودین زرندی رو؟ متاسفانه نه. بلندقد دیده عکساشون رو دیدم. فیلم و عکساشون رو دیدم. عکساشو نه خودشو ندیده بودین؟ نه خودشو نه متاسفانه. نه خودشو ندیدم. نه یادم بلندقدی بود. شبیه هیکلدار بود. ولی این آدم همیشه وقتی می اومد همیشه مردم میخندید. همیشه یک جوکی داشت و فلان این صحبت. جای نورما ویزدا این حرف میزد. نورما ویزدا یاد نه؟ بله. نورما ویزدا بله. اینجوری حرف میزد. صدای اینجوری نداشت، در میورد. ولی اصلا کار مهمی نمیکرد. خود زرندی بود داشت منطقه اون صدا حرف میزد. و گرفته بود فیلم های نورما ویزدا حتما میباشت این حرف بزنه. و خیلی هم گویندگی نمی‌کردن. بیشتر همین نورمنا رو گویندگی کردن. دیگه نه که بیشتر مدیر دوبلاژی میکرد. فیلم ارسید همون دوبله کرد. بله. ولی سعید شرافت بود. بله. سعید شرافت
با سوادا بود، کارش خوب بود، تمیز بود. خسروشاهی بعداً اومد. خسروشاهی اواخر دهه 40 و آدمایی که اونجا واقعا سرشون به تنشون میاد تو این کار، سعید شرافت، خسروشاهی، آقای تهامی، اینا واقعا خوب بودن. ولی آدمایی بودن که اصلا به درد این کار نمیخوردن، صداشون خوب بود. مثلا حالا نمیخوام خودم چی بگم پشت سرشون حرف بزنم، ولی بودن، اونا هم بودن. من الان متاسفانه یه فیلمی تو ذهنم بود، هرچی دارم فکر میکنم یادم نمیاد. همون دهه 30 توی شهاب کار شده، اون یاد داشتم، ولی یکی از اولین فیلم‌های مهمی که تو شهاب کار شد و خیلی دوبله، هنوزم اون فیلم رو می‌بینیم کیف می‌کنیم بعد فکر می‌کنم 63-4 سال، فیلم اسپارتاکوسه. اسپارتاکوس بله. آره از اون آره اون اسپارتاکوس آقای زرندی، مرحوم زرندی مدیر دوبلاژ بودن و خیلی پرگوینده هم از خیلی کار همچنین السید. ولی اسپارتاکوس فکر می‌کنم خیلی مثلا 3-4 سال قبل از السید کار شد. السید فیلم جدیدتری بود. اسپارتاکوس قبل از اون. آره اسپارتاکوس یادتون هست؟ اونم چه جوری حالا مثلا مدیر دوبلاژ خودتون انتخاب کردین یا نه؟ فیلمو مثلا یه شخصی صاحب فیلم میومد میگفت نه این فیلم تو این استودیوها بیشتر دست من باز بود که مدیر دوبلاژ رو کی انتخاب بکنم. میدونیم که فیلم اونایی که پیش من فیلم میآوردن به کار منو قبول داشتن، نمیگفتم فلانی باشه فلانی نباشه و من دستم باز بود که فیلمو بدم به هر کی دادم، کسی نمیگفت نکن کارو. و اون اوایل خب من میخواستم که کار پیش بره. مثلا همین آقای هوشنگ لطیفپور این میمد آنانسارم خودش میگفت، آنانسارم خودش میگفت، بعد خیلی یواش حرف میزد میدونی. بعد آنانسارم وقتی نریشن وقتی گفته میشه اگر تماشا بکنی مثلا امریکایی چیزای امریکایی نگاه بکنی میبینی مثلا یارو گوینده‌ای که نریشن میگه یا گفتاره مثلا اون چیز دیگه صداش باید یه مقدار صداش بلندتره و شمرده‌تر حرف میزنه و همچنین محکم حرف میزنه. و اینو یادمه با آقای لطیفپور این حرفا رو خیلی با هم میزدیم میدونی. و بعد یه صحبت دیگه هم بود که امتحان صدا میکردن اینا اول که امتحان صدا بکنیم، اونم کار بی خودی بود، در حقیقت لازم نیست. اگر گویندگی بلد باشه، همین وقت که گوینده‌ای که کارش خوب باشه مثل منوچهر اسماعیلی این کار رو بسیار خوب انجام میده. این همیشه با یه لحن حرف نمیزد، نگاه میکرد بنده چیکار میکنه و چجوری اکسپرشن صورتش چجوری، لب دهنش چجوری حرکت میکنه، خودش چه نوع صداهایی در میاره و عیناً اون کار رو میکرد. در نتیجه هر وقت پیش میبرد جای چارلتون هستون اون حرف میزد، جای چه میدونم ریچارد باتون اون حرف میزد، جای خیلی اون حرف میزد. همین فیلم اسپارتاکوس جای 2 نفر صحبت کرده. نه مهم نیست چند نفر، ولی این وقت که حرف میزد خوبی کرد. فیلم السید نمیدونم به شما گفتم یا نه بفرم. گفته باشم یادم رفته باشه که تو همین بحثی که الان داریم و خلاصه آقای اسماعیلی توی فیلم السید میخواستیم فکر کنم چیزی بگیم. تو فیلم السید جای چارلتون هستون ایشون حرف میزد. گوش بدید اون زمانی بود که اینا کار دوبله رو دوست داشتن، تمام گوینده ها به کارشون علاقه داشتن. اسماعیلی مثلا جای چارلتون هستون حرف میزد. یه جایی هستش تو فیلم السید که شاه برادرش کشته بود یا زندانی کرده بود، این حرف به گوش السید میرسه، توی مراسم بزرگ میدون بزرگ شاه نشسته رو تخت خود اینا با اسب میاد و خلاصه میاد یه بارجویی میکنه اشیا. دیدیم فیلم ها شما؟ بله فیلم السید دیدم بله. بعد آخر سر بعد
آخر سر دست شاه رو میگیره، میگه وقتی انکار میکنه میگه شما این کار نکن، میگه آره، بعد دستو میزنه به انجیل، میگه بگو آمین، دستو میزنه. این صحنه رو وقتی میگفت اسماعیلی خوبم میگفت، خود اسماعیلی میگفت یه بار دیگه بابا خوبه دیگه، نه یه بار دیگه. 7-8 بار این کار کرد، 7-8 بار این کار کرد. آخر سر حالش به هم خورد، چیزی نموند بیفته زمین. ما نگرش داشتیم میرفت تو نه تو اون کرامت که ها اینه که مردم خوشی میاد. و همین فیلم ارسید وقتی ما اول دوبله شد، سینماهای تهران هنوز وسیله نمایش 70 میلیمتری رو نداشتند. در نتیجه فیلم ارسید وقتی اول بار پخش شد تو سینماها 35 میلیمتری بود. درست. بعد از ها یک سینما دیگه 70 میلیمتری رو داشتن، چون خود فیلم ارسید اصلش 70 میلیمتری بود. بعد سینما دیاموند فتورشی صاحبه، بله پرویز فتورشی بود فکر کنم اسمش. خلاصه این اومد به من گفت آره من فیلم ارسید رو گرفتم 70 میلیمتری، میخوام یه دوبله خوب بکنیم. این حرفا قبلا نزده باشم اینجا دوباره تکرار میکنم. نه تکراری نیست. نه تکراری نیست. آره گفتم پرویز ما اون دوبله رو دیگه نمیتونیم بکنیم. همچون گفت چطور مگه یادتون رفته؟ گفتم نه یادمون نرفته، من تمام گوینده های خوب تو فیلم ارسید شرکت کرده بودن، ما اینا رو نمیتونیم یه جا الان جمعشون بکنیم. غیر از اون زمان گوینده ها اینقدر علاقه داشتن می‌نشستن خودشون میخواستن کار خوب انجام بدن. الان نمیکنن این کارو، میگن هم خوبه بسه خوبه دیگه، میخواد به مزه من بره دیگه. گفت پس چیز کنیم بیایم فیلمو ببینیم. گفتم خب بیایم ببینیم قصه قبلی. اینا بعد به فامیلش آورد تو استودیو. بعد دیدم که پخش فیلم مال کلمبیا بود گویا، خلاصه یا اگرم نبود بعضی وقتا کلمبیا مثلا پخش مترو رو پخش میکرد، این کارو میکردن، همکاری میکردن. خلاصه مدیر پخش فیلم ارسی ترکی بود، اون اومد با 2 تا رفیقش. اینا هیچ وقت ایرانی نبودن، کمپانی‌های خارجی که امریکایی که پخش فیلم درست که به دفتر پخش فیلم درست کردن تو تهران، مدیرانشون هیچ وقت ایرانی نبودن، فقط یک بار یه ارمنی گذاشته بودن که مال بوکس بود شام یا ساینس. خلاصه اینا اومدن برای پابلیکیشن، یعنی از نظر کاری دیگه اومده بودن. خلاصه اومدن گفتن که ما فارسی بلد نیستیم، بعد 1-2 پرده میبینیم میریم. هیچ نشستن ما فیلم رو شروع کردیم. حالا صدا جداست، عکس جداست دیگه. پرده میره، رسیدیم به پرده 8 یا 9 فکر کنم 9 بود. خلاصه بچه ها پیدا نمی‌کردن صدای فارسی شد. یه خورده معطل شد. بعد تورکی ما گفت چی شد؟ گفتیم ما صدای 9 شو پیدا نمی‌کنیم فارسی شد. حالا پرده 9 انگلیسی بذار بره. حالا اینایی که فارسی بلد نیستن 3 نفر هنوز نشستن. نشسته بودن هنوز. حالا پرده 9 انگلیسی هم بلدم خب انگلیسی اومد. یهو هر 3 تاشون با هم گفت این چارتانستان صداش اینطوریه؟ خود چارتانستان خب صدای خودش انگلیسی داره حرف میزنه. مال فارسی رو که اصلا نمیفهمن چی میگه اونو ترجیح میدادن به انگلیسی که میفهمه. چطوره؟ عالی بود با. یعنی چی؟ من خیلی گویاست این حرف. درسته بله. این صدای انگلیسی چارتانستان رو میفهمه، صدای خود چارتانستان هم هست، اون پیشه معروفی هم هست. آقای منوچهر اسماعیلی به فارسی میپسندیدن که نمیفهمیدن چی میگه اصلا. باور میکنین هر 3 تاشون. این چیزا رو ما خیلی شنیدیم، مخصوصا در رابطه با آقای اسماعیلی خیلی شنیدیم. بله اسماعیلی همچه آدمی بود، ولی آدم غریبی بود این آدم. آره خلاصه همچه آره دیگه این با علاقه
با علاقه‌ای که داشت واقعا کار کرده بود. بعد بازاری شد. کار هیچ وقت بازاری به اون ترتیب نبود، چون براش طبیعی بود اصلا این کارا. راحت این کارا. السید فکر میکنم همون دهه بگی مولی هستونه؟ جان بله بله ولی اسماعیلی حرف زد. آره درسته، اونو ساتوان کولومبو و اینا رو با اون تیپ میگفتش. بله همش ایناش واسه آب خوردن بود. بله جای تیچو فرانکا اون درازه اون بود درسته. باید بره سربازی. 10 سال آزگار. پالیکای من سرباز میشه؟ انگار خود خانم دستور داده. چرا این کارو کردی؟ چرا؟ من اونو ببخشین خانم جون غلط کردم. این درسته. من قبول دارم که گاهی رو ناچاری دزدی کردم. اونم یه مش آلیانون که بچه هم گشنه نمونن. یه تیکه گونی پاره که پاهاشونو توش بپیچن. بالاخره به مقصود رسیدی. آره رسیدیم، اما از رای کج. یعنی بازم خانم اصرار میکنه یکی از ما بریم سربازی؟ نترس، بالاخره برد با ماست. یکی دیگر از شاهکارهای جاودان ادبیات جهان به روی پرده سینما جان میگیرد. خدایا ازت خواهش میکنم، التماس میکنم نذارون از من بگیرنش. خوشحال باشد دستش خلاص میشی، وگرنه یه روز پیشای زندون تمام هیکلشو میخورن. بالاخره کارش به اونجاها میکشه. دهنتو ببند. من پولیکار بهتر از شما میشناسم. خیلی خوش قلبه. پولیکوشکا همیشه مسته. همه نظرشون اینه. اما هر جای مردگاری بخوان میرن سراغ کی؟ پولیکوشکا. اگه مادیون فعال بشه وجود کی لازمه؟ پولیکوشکا. یا وقتی یه سرباز کس میارن کی دیوارش کوتاست؟ پولیکوشکا. پولیکوشکا تجسمی از زجر و الم زندگی انسانها. مردمی که میخندند، میخوانند، مینوشند و میرقصند، اما در غم و غصه غوطه میخورند. پولیکوشکا اثری که از عالی‌ترین پدیده‌های جهان سینما محسوب می‌گردد. اونم چیز میگه. این السید فکر میکنم یک بار دیگه تو شهاب ولی دوبله شد. بله؟ السید برای بار دوم فکر میکنم توی شهاب دوبله شد. چی شد؟ دوبله دوم، یعنی یک بار دیگه توی شهاب دوبله شد السید. بعد از السید؟ نه همین خود فیلم السید گویا یک بار دیگه هم همون دوبله دومی هم داشت که پخش نشد. آقای ناظریان میگن جای چارلتون هستون صحبت میکرد. همون دفعه دوم هم همون صدای اولی بود. پس این حالا ممکنه آره. اون 70 میلیمتری بود. درسته. آخه 70 میلیمتری من تمام دستگاهش خودم ساختم. همه دفتر از اون من میکسرش بگیر تا آخرش. بله بعد ما صدای قبلی رو ما 6 باندیش کردیم، البته پخشش کردیم، یعنی تو تمام کانادا. اون خودش صدا رو عوض میکنه. حالا توی مدیر دوبلاژ دوبله بعدیش که سینما دیاماند نشون داد همون دوبله سابق بوده. پس دوبار نشد دوبله نشد توی شب. این مدیر دوبلاژایی که گفتین کار کردین، آقای خب مرحوم شرافت رو گفتین، مرحوم زرندی رو گفتیم، آقای هوشنگ کاظمی هم مثل این که خیلی توی شهاب کار میکرد. این اوایل پیش من زیاد فیلم دوبله نکرد. هوشنگ کاظمی بود که بعد رفت آلمان. درسته. بود رفت یا ناپدید شد، رفت آلمان و اصلا اونجا موقعی ما اونجا شد. ولی خواهرش جال کاظمی، مرحوم جال کاظمی که هنوز دماغشون اول نشده بود، بعد عمل خیلی قشنگی کرده بودن، خیلی بهتر شد و اون یکی از گوینده‌های خیلی خوب ما بود تو زنان توی استودیو شهاب. اون هنرش یه چیزی مثل هوشنگ
اسماعیلی میشنگ میگم اسماعیلی نداشت. اون صدا اسمنگ بود، خب قابل قبول بود ولی خوب حرف میزد. ایراد اون این بود که خیلی ایراد این ایرادش بذار اینجوری قبلا من یه روز وارد چیز سالن همینطوری سرزده وارد سالن شدم، دیدم چه تکی رو ضبط کردن دارم گوش میدم. یه فیلم انگلیسی بود نظامی. پرده رو نگاه کردم دیدم 3 تا افسر باش شدن خبردار، یه صدایی رو هم دارم گوش میدم. نفهمیدم این کدوم یکی از اینا حرف میزنه. تیکم کوتاست دیگه، رو تموم شد و مدیر دوراج گفتش که حالا تیکه بعدی. گفتم نه صبر کن. چیه؟ گفتم ببین من این فیلم رو ندیدم و مثل یه تماشاچی که اول بار میره سینما من اونجوری حساب کن. من ندیدم دیگه، فیلم رو دارم میبینم. در نتیجه من اون وارد شدم دیدم یه صدا شنیدم و 3 تا افسر رو پرده. من دنباله میگشتم ببینم صدا مال کدوم یکی از این است. این اشکاله، این پرابلمه. بعدم شروع کردیم. گفتم نه این پرابلمه، چرا باید اینطوری؟ من چرا باید بگردم؟ خلاصه بعد دا پارچی گفتم این فیلم رو به صدای انگلیسی بذار. متوجه شدم وسطی افسر ارشد بود. اینا بعداً شنیدم که اینا تربیت می شدن اینجوری حرف بزنن چون بسیار ابهت یا قدرتی به اینا میداد و لب بالا رو تکون نمی دادن. انگلیسی میگن upper stiff lip، یعنی بالایی تکون نمیخوره، پایینیش هم کمتر تکون میخوره. یعنی رو البته لبش زیاد تکون نمیخوره. در همین بار نمیدونستم که یکی از این حرف میزنم. اینو متوجه شدم. بعد گوینده این با صدایی که حرف میزد حرفی هر چی میگفت با لب و دهن گشاد حرف میزد و این اختلاف این که لب و دهن زیاد تکون میخوره کم تکون میخوره رو صدا تاثیر داره. اینو من نمیدونستم، متوجه شدم. بعد به گوینده گفتم ببین همین حرفا رو بزن ولی ببین لباش تکون نمیده، تا هم لباتو دیگه تکون نده، همین حرفا رو بزن لباتو کمتر تکون بده. خلاصه این کارو کرد آقا، صدا چسبید به صورته. همه گفتم واها. آره گوینده و مدیر نیست. یادتون هست گوینده و مدیر دوبلاژ کی بودن یا نه یادتون نمیاد؟ نه یادم نمیاد ولی میخوام بگم هنرپیشه وقتی بازی میکنه میخنده یا نمیده عصبانی میشه یا حالت صورتش فرق میکنه. اکسپرشن بهش میگن، اکسپرشن صورتش فرق میکنه با صورتش، با حرکاتهای با فرمایی که میده به صورتش اونا خودش گویا هستن. درست. میدون اینا رو اسماعیلی خوب بلد بود. من اون فیلمی که گفتم یادم نمیاد خیلی قدیم دوبله کردیم فیلم کینگ کنگه فکر میکنم. چی؟ کینگ کنگ. کدوم؟ فیلم کینگ کنگ. اون گوریل گنده. آره قدیمی، نسخه قدیمیش. من خیلی فیلم ها هست دوبله شد یادم نیست. خیلی قدیمی. مثلا آقای تمامی هم آنونسو گفته. بحث آنونس هم کردین. آقای لطیفپور میگفت حالا بعد از آقای لطیفپور یادتون هست که یا براتون آنونس میگفتن حالا غیر از آقای تهامی؟ از لطیفپور زیاد آنونس نگفت. لطیف یکی 2 تا بیشتر آنونس نگفت. تهامی بعدن اومد نسبت به تربیتی جدید بوده. آقای لطیفپور هم دیگه نمیدونم کمتر پیش ما میومد، یعنی باش کار زیادی نکرد. اوایل بیشتر فکر میکنم اون دوران اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 بیشتر آقای زرندی، آقای تهامی و آقای شرافت خیلی کار میکردن توی شهاب. آقای مرحوم کاملی هم بودن. بله کاملی بودن. حالا توی این بودن موردی راجبان تو کمتر مثلا فرض کنید مثلا آقای کسمایی کمتر کار کرده بود. اون موقع به رقیب اصلیتون کدوم استودیو بود؟ رقیب
اصلی ما کدوم بود؟ استودیو بود تو دماوند یکشون بود که بعد راما اومد. اینا ببینید استودیو شهاب هیچ وقت با یه تشکیلات که فیلم وارد میکرد هیچ وقت شریک نداشت. این یکی همشون یه شریکی داشتن. مثلا چون استودیو دماوند شریکشون ارمنیه بود که سینما فوکس رو دستش داشت، بخش فیلم سینما. فیلم های سینما فوکس همش پیشه اون بود. کارش تبلیغ بود. اونا همش مگنتیک بود. کار مگنتیک بود. ولی اگر مگنتیک نمیبود اینقدر استودیو باز نمیشد. نه خیر ابدا. چون صدای اپتیک در آوردن صدای اپتیک کار ساده ای نیست و نه تنها تو ایران، حتی من یادم اوایلی که دوبله میکردیم فیلم های روسی میومد، چون صدای فیلم های استاندارد صدای فیلم های اپتیک بود، هنوز مگنتیک اسمش هم نبود. فیلم های فرانسه، ایتالیا اینا میمدن صدای اپتیکشون هیچ وقت به خوبی فیلم های امریکایی نبود. و صدای اپتیک خب بغل فیلم موقعی که عکس رو چاپ میکنیم اونم چاپ میشه راحت از نظر دیگه. این خواص این دوتا صدا با عکس خیلی با هم فرق داره. آقای روبیک زادوریان ببخش داشتی میخواستیم نه هیچی میخواستم اینو بگم که شما برای اینکه صدا آخه یه مقدار فنیه نمیخوام بگم اصلا ممکنه میفهمی، ولی کلا اینطوری بهتون بگم شکل نوسانات صدا اگه فرمش عوض بشه صدا خرابه. اون فرم اصلی صدا باید حفظ بشه. هر چیزی که فرم صدا رو امواج صدا رو عوض بکنه این به صورت انگلیسی میگن دیستورشن، یعنی خراب کنی. این تو عکس تو امولسیون و چاپ و اینا به راحتی میتونی فرم عوض کنی که تو تصویر نبینی. اصلا تصویر ممکنه یه خورده پررنگی خورده کمرنگی خورده این وری ما میبینی مثلا یه چیزی در اومد خوشت اومد تموم شد، خوشت بیاد یعنی اونه. ولی صدا اینطوری نیست. صدا باید فرم صدا رو حفظ کنی. حالا نگاتیو داری پوزیتیو داری دیگه بدتر، هم یه حسن داره هم یه بدی. و اونم این نیست که حالا دیگه نمیخوام دیگه زیاد فنیش کنم، ولی نوع صدایی که اواخر چیز شد متداول شد تو تمام فیلم ها یه نوع صدای اپتیکیست بهش میگفتم variable area، یعنی سطح اول بزرگ کوچیک میشه ولی اصل مطلب همونه، فرم نوسانات صدا نباید عوض بشه و اون راههای خودشو داره و خیلی اصلا نمیدونن چیکارش بکنن. میدونی؟ من یادمه حالا تو هنرهای زیبا مسئله هنرهای زیبا رو شما نگفتم. آقای اوسانلو که میتونم پستوی مدنفوزیه گفتم واسه تون دیدم یه آقای 2 نفر اومدن یه امریکایی ایرانی نگفتم. چرا گفتی؟ آقای نه اون نگفتی که اومدن چیز خریدن، اومدن آپارات خریدن. نه آپارات خریدن که اون مراد سینما مراد بود. نه آقای اوسانلو رو نگفتین توی پستو اومدن. نه یه روز تو همون پس هنوز استودیو واز نشده بود هستم. 2 نفر اومدن یه امریکایی یه ایرانی. حالا من نگاه کنم ایرانی ها من میشناسم انگار ولی به خاطرم نمیومد. حالا یه موتور سینکرون هم دستشون مال دوربین فیلم برداری کوداک بود، سینکرون کوچولو. حالا این ایرونی‌ها به من میگه که اینو ما بردیم پیش همه این چی میگن دینام پیچا مال چیزای ماشین نمیدونم دینام پیچای ماشین. این دورش کمه، میگم این دورش کمه اینجا بکنم. منم نگاه کردم روش دیدم نوشته 60 سیکل برق امریکاست.
تو غیر از این چیز تو ایران 50 اروپا هم 50 و موتور سینکرون چیزیست که موتوریست که دور خودشو قفل میکنه با سیکل برق و در نتیجه خیلی یک نواخت میچرخه و در نمیاد از قفل میشه با سیکل، یعنی کنترل. خلاصه حالا تو ایران این موتور ساخته شده با 60 سیکل، ایران هم 50 سیکل، 10 سیکل پایین‌تره، در اونجا یواشتر میره و کار نمیکنه اینجا دیگه. ایراد کار این بود. حالا به من میگه، منم دیدم میدونستم اینو، بعد دیدم میکنه موتور یه گیربکس کوچولو بغلشه که بعد از گیربکس بعد دوربین رو میچرخونه. بعد بهش گفتم توی دست ما گذاشتم کوچیکم بود، یه جوری کوچولو، دست انگشت ما گذاشتم رو اون گیربکس موتور، گفتم این تو این جعبه 2 تا دنده هست، اینا باید عوض بشه. من تو انگشت گذاشتم رو این چیز گیربکس. امریکایی گفت what is he saying؟ گفت این چی میگه؟ از پرسید ازش. اینم انگلیسیش یاد خوب نبود و نمیدونست به دنده چی میگم به انگلیسی. دیدم این گیر کرد، من بهش گفتم اینجا 2 تا دنده است باید عوض بشه. دیدم اینجوری کرد، یه بیلاخ به بدن. بعد گفت what ratio، یعنی چه نسبت 2 تا دنده چه نسبت به اون. گفتم 25-24. دوباره یه بیلاخ دیگه. گفت can you make it، یعنی میتونی درستش کنی؟ گفتم آره. گفت چقدر طول میکشه؟ گفتم چه 7-10 روز. گفت اوکی، هر وقت تموم شد بیارش پیش من، هنرهای زیبا، قسمت 16 میلیمتری هنرهای زیبا. این امریکایی مال اصل 4 بود، نمیدونم شنیدین اصل 4 ترومن؟ بله اصل 4. آره اینا برای هر رشته‌ای در کار فیلمسازی یه امریکایی اومده بود از امریکا که به ایرانی‌ها فیلمسازی یاد بده، کارگردانی، سناریو نویسی، فیلم برداری، چاپ، لابراتوار، صدا، همش. این امریکایی که اومده بود اسمش بارگزمن بود، هنوزم اسمش یادمه. این مال صدا برداری بود که 16 میلیمتر. دستگاه هم همش 16 میلیمتری بودن. دستگاه هم همش امریکایی بود، هدیه داده بودم به هنرهای زیبا. بعد هنرهای زیبا ضمناً اومده بود 35 میلیمتر راه انداخته بود، تمام دستگاه آلمانی بود. اونا طبقه دوم بود بالا. حالا داستان اینه چیز من اینو درست کردم، خلاصه بردم پیشش، این وصل گذاشت و خلاصه این کمتر داشت، کمتر رو بس کرد و بهش به اون دستگاه کلی دستگاهی خود دیگه داشت میگه دیگه با هم زد و اینا با هم نیم ساعتی با هم رفتن میزون، دوباره این داخل دیگه. خلاصه گفت چقدر اونجا که اول اومده بود تو پسو، گفت چقدر میشه؟ گفتم 200 تومن. 200 تومن هم خیلی پول بود اون زمان، اینو بگم. خلاصه بعد شنیده این پول عجیب خودش داده بود، تو بعدن گرفته بود دست چیز. این اومد گفتش که میتونی بیا اینجا کار کنی. گفتم والا میخوام، هنوز استودیو راه گفتم راه. فکر کردم خب قبل از اینکه استودیو رو تو، بعد گفتم من نمیتونم تمام وقت بیام. گفت نه نمیخواد تمام وقت بیای. اوکی. خلاصه گذاشت رفت و نه بعد گفت فلان روز بیا، ساعتش هم گفت که بیام اینجا. من رفتم طبقه بالا، ما رو بعدش بود. حالا منم پرلبود نشنیده بودم کیه، واقعا نمیدونستم که پرلبود رئیس تمام هنرهای زیبا بود، داماد شاه بود. آره خلاصه خبر ندارم من که. حالا رفتیم بالا و بعد دیدم چیزه، یه دم دیگه دارم 2 تا با مسلسل بایستدن. گفتم خدای کجا باید هنرهای زیبا 2 مسلسل. در راه شد و دیدیم آفیس خیلی شیک، یه نفر پشت میز نشسته، 3 نفرم خبردار بایستدن، یه کوچ هم چی میدونم خلاصه رو بروش. امریکایی رفت نشست، منم بیخبر این بروش نشسته. تا من نشستم دیدم همه انگار
چشاشون بوق زده منو تماشا میکنن. من اول فکر کردم اینا کارشون تمومه، خبردار وایسادن نوبه کارشون تموم میخوان برن. چرا گفت این خاندان سلطنتی حق ندارن بشینن اینا. منم بیخبر نشسته بودم. ولی فهمید، خود پهلو فهمید اینا رو مرخص داد، مرخصشون کرد و به من گفته که شما برین کارگزینی من دستور استخدام شما رو دادم. ما اومدیم بیرون. حالا من نمیدونم کارگزینی کجا میخواستم بپرسم، گفتم برم پیش صدا وزیرشون از اونا بپرسم. رفتم دیدم یکی تا وارد شدم گفت آقای الباز شما این؟ گفتم بله. اون رئیس کارگزینی بود، اونم دنبال من میگشت. خلاصه ما رو به سمت دبیری استخدام کردن، ماهی 600 تومن. ولی من نمیرفتم کار به سمت رئیس تعمیرگاهی هم هنوز وجود نداره. این امریکایی میخواست من اونجا باشم، نمیدونم خوشش اومده بود از کارم یا چی. آره. و خب اینجوری شد. بعد بعد اینقدر رئیس قسمت فیلمسازی آقای بود به نام جباری رشتی بود. این وقتی من استخدام شدم این مرخصی بود، اصلا من ندیده بود. بعد منم نیست دفتر امضا نمی کردم، رفتم از این چیزی نمی رفتم تقریبا و می رفتم حقوق فقط می گرفتم. و این ادامه داشت. بعد تا اینکه تعمیرگاه باز شد و حالا خلاصه بهتون بگم، بعد خلاصه بعد دیدم که حقوق منم نیست نمی رفتم، حقوق منو کم کردن من دیگه نرفتم. اصلا نرفتم، خودم ول کردم، اصلا نرفتم. سالها گذشت و بعد یه آقایی بود که من اونجا دیده بودمش، آقای ایرج ساویز. این زنش انگلیسی بود و انگلیسی خوب میدونست و صدای قشنگی صدای خوبی داشت، دارشون میگفت. این اومده بود خونه ما و به مادرم گفته بود که من میخواد هنرهای زیبا و فلان اینا. مادرم گفتم هنرهای زیبا، من گفتم من نمیخوام برم اصلا اونجا، محلش نذاشتم. بعد روز بعدش دیدم خودش اومد گفتش که منم حالا سالهاست نرفتم هنرهای زیبا، امریکا هم رفتم، امریکای دیگه وجود نداره اونجا. آره. تو نگو دستگاه‌های 16 متری امریکایی رو همه رو از کار انداختن اینا. حتی نمیدونم چی کارش کرده بودن. و اینم رفته بود یه قراردادی بسته بود با هنرهای زیبا که یه سری فیلم‌های والت دیزنی 72 تا فیلم کوتاه نیم ساعت یا چرا فیلم‌های خیلی قشنگی هم بودن، اینا رو صداگذاری بکنن آقای ایرج ساویز. و این دستگاه خوب کار نمی‌کردن. گفت بیا اینا رو راه بنداز. گفتم من هنرهای زیبا نمیام. خلاصه چند بار اومد، بالاخره مادرم یه روز گفت با این زن و بچه داره میتونی کمکش کنی، کمکش کن. مادر وقتی گفت کارش نمیشه کرد، بعد گفت بریم. رفت ما رو بود خودش رفتیم اونجا. من گفتم یه سنگ بزرگ میندازم یا میکنن یا نه. گفتم بابا من اینا رو 5000 تومان دونه میگیرم درست کنم. ایراجه دوید و یه آقای هم نشسته بود اونجا، مثل اسمش مصلحی بود، کسی دیگه نبود. رفت و یه 10 دقیقه 15 دقیقه نه دیدم قرارداد بود، قبول کرده بود. یعنی 25000 تومان پول منم امضا کردم، دستش رفت. برای من این دستگاه رو میشناسم، میدونی، چون برگمن تا بود که رفت آمد داشتم دیگه میشناختم. آره. و اولین دستگاه رو اومدم نیم ساعت هم نکشید راه نرفتم. رفتم سراغ دومی، دیدم مصلحی که هیچی نگفته بود تا ما. گفت آقای البته مثل که میخوای امروز تمام این رو تموم کنی. گفتم چه اشکالی داره؟ گفت شما فکر میکنید برای یه روز کار اینا 25000 تومان پول میدن به کسی؟ مگه عجله داری؟ من دیدم بعدم نمیگه، ولی همون زمانی که این حرف زد دیدم خود جباری وارد شد. هنوزم نفهمیدم این از کجا فهمید که اولین دستگاه راه افتاده.
گفت شنیدم و این دستگاه راه انداختی با یه خنده ای. آدم بد اخلاقی هم بود. گفتم گفت وقتی تمام شد بیا پیش من. کار ندارم خلاصه اون رو من راه انداختم و حالا چرا اینقدر پول رو به من دادن؟ صحبت اونجاست. یکی تمام شد دادم خلاصه اینا. 2-3 روز بعدش دیدم شب خوابیدم ساعت 2-3 یا 2:30 بعد از نصف شب دیگه در میزنن هیچی. دیدم ماشین هنرهای زیبا دم در بایستده. اومدم دیدم یه آقایی به نام که رئیس اون صدا برداری بود لطیفی اونه. گفتم چه خبر؟ گفت آقا دستگاه کار نمیکنه. گفتم هر 5 تا راه کار افتاد. هیچی خلاصه رفتیم اونجا. این کدوم یکی؟ یعنی چی؟ کدوم میخوای؟ گفت نه اینا رو نمیگم. دستگاه اپتیک رو نشون داد. گفتم این به من چه ارتباطی داره؟ از من پرسید دستگاه خوبی هم هست ایراد هم نداره تازه. بعد خب حالا صحبت اپتیک بود صدای اپتیک دیگه. گفتم نگاتیو تو ببینم. نگاتیو به من داد دیدم فیلم گبرز کار میکنن هیچی به خوبی کوداک نیست. خلاصه بعد دیدم اینقدر نور شپوندم خلاصه تو این فیلم پخش شده هستم با چشمم معلومه این صدا ناجوره. حالا من فکر کردم خب این بلد نیست خب این کار کرده. گفتم بعد چه خبره چرا اینقدر نور شپوندی تو معذرت میخوام. خلاصه گفت آقا به من لابراتوار میخواد از من. لابراتوار گفتم به اونا چه ارتباطی داره؟ گفت نمیدونم. گفت بریم خودت به اونا بگو. حالا گفتم 3 بعد از نشون میگه اینا اینجا. گفت آره که اینجا. چرا؟ گفت این فیلم یه کسی به نام چه میدونم مشیری یه فیلمی ساخته برای رضاشاه کبیر. اینو فردا باید شاه ببینه و اینا نشستن که این فیلم چاپ بشه تا فردا بفرستن بشه. به خاطر اون اینا نشستن که شبانه کار. حالا من رفتیم لابراتوار دیدم حالا رئیس لابراتوار هم میشناختم و علاقه بعد رفته بود فرانسه و اینا. کار عکسش بد نبود اتفاقا. خوابم بود. گفتم خلاصه بهش گفتم آقا علاوه با این دستی که شما میگین گبر فیلم گبر شونم 16 متری صداش در نمیاد. باید دنشتی خیلی بریم پایین. یه کاغذی بود خلاصه روش منحنی فیلم رنگی نگاتیو کنید. اینطور اصلا شما میدونین طرز کار ما در اینجا چطوریه؟ گفتم من اینجا نمیدونم امتحان این چیز بدم سنسیکامتریک بدم. من فقط بهت میگم که فیلم 16 متری با این دنسیتی کار نخواهد کرد. اونم فیلم گبر. میخوایم بکنین نمیخوایم نکن. رفتم فرداش انقلاب شد. ما را احضار کردن که جباری گفت آقا به من میگن دستگاه هایی رو که شما تعمیر کردین صداشون قابل اپتیک کردن نیست. گفتم آقا هر صدای قابل اپتیک کردنه. اینطوری گفتم حالا که دستگاه آلمانی اون بالا هستن کابل هم هست از اینجا به پایین یه صدایی رو بفرستم پایین به اون دستگاهی که من اپتیکه که من دستگاه خوبی هم از من به اون کاری نداشتم. تو حالا میتونی درستش کنی. گفتم چیزی خراب نیست اینجا. لابراتوار باید یه کارایی بکنه تست باید بگیرم که این باید این کار بکنه. همون تلفن رو برداشت که آقای یه سری تست میخواد و هر چی میخواد باید توسی انجام بدیم. ما خلاصه رفتیم این کارا رو کردیم. صداش در اومد. همه مونده بودن همه هم رفته بودم ببینم. من اون صدا رو خودم نشنیدم. گفتم ما همچه صدایی هیچ وقت تو 16 متری اینجا نشنیدیم. خلاصه بعد جبداری اومد گفتش میخوام نمیدونم تمام دستگاه های اینجا زیر نظر شما باشه و فلان اینا. گفتم آقا وقت این کار رو ندارم. گفت نه هنوز میخوام اینجا باشی. بعد دیدم یه حقوق 3000 تومانی به ما دادن. نمیرفتم اونجا علکی یه مدتی به ما دادن. کینگ کونگ مانند رعد می‌غرد و همچون سعیر آتش فشان نابودی به بار می‌آورد و وحشت
از خشم طبیعت مهیب‌تر و از بلای آسمانی سهمگین‌تر موجودی است که میلیون‌ها تن از مردم جهان را به لرزه افکنده است. کینگ کانگ. بالاخره گیرش آوردیم. دیگه بعد از این هممون ثروتمند میشیم. اسمشو با چراغ نئون رو سردر تئاتر برودوی می‌نویسیم. کینگ کانگ، عجیب‌ترین حیوان روی زمین. وحشی خشن و هنگام انتقام چون اقیانوسی طوفان زده به خروش می آید و جز ویرانی چیزی به جای نمی گذارد. ترنهای سری و سیر را در هم می کوبد و هواپیماهای غول پیکر را از آسمان فرو می کشد. کینگ کانگ مخوفترین هیولای عالم، فیو ری، رابرت آرمسترانگ و بریوس کابوت در عظیمترین و وحشت انگیزترین اثر سینمایی جهان، کینگ کانگ. پخش کننده در ایران شرکت ایتا فیلم.